اگه اشکال نداره میخواستم کمکم کنین و اگه بازم اشکال نداشته باشه مهشید نفهمه. بالاخره که میفهمه. ما برای چی باید بفهمه بهش نمیگیم؟ از برقی که تو چشاتون میافته ما زنها رو دست کم نگیریم. نه اصلا نه فکر اشتباه نکنینا. من کاناپمون سوراخ شده، الان وقت داریم بریم ببینیم خونمون. لابد کاناپتون گیتارم میزنه. نه سر من به اون اجرای دهه 80 من فکرم تو آدم حسابی این ساختمونی. یعنی چی موسی چقدر وقیحی تو واسه زن داری یا؟ نه ببخشید اصلا داریم برداشت اشتباه میکنیم. برداشت؟ آره. من دوست زنتم و دوست وایسا من زنگ بزنم مهشید تکلیف تو من راستشو بگو. ای بابا اصلا شما بگین من چی بگم؟ اون جمله خوبه رو شما بگین بگم و برم به کارم برسم. تموم. من بگم که دیگه لطفی نداره. باشه خودم میگم. اومدی اینجا بگی که من دوست داری دیگه، درسته؟ باور کن درسته؟ اگه بگم نه زنگ میزنی به مهشید. آره چون داری ولی اگه بگم آره که دیگه لازم نیست. نه مریضم. مگه چی بگم شوهرت من دوست داره.